خب جناب غفران صاحب، وقتی که جوانان خواسته باشن درخواست بکنن به اینکه شامل وظیفه شوند در امارات اسلامی، نمیدونم حرفا طوری است که اونا معیارشان به ظاهر و ریش و از این موارد است و ای که چقدر وقت سنگر بودن یا در خدمت مجاهدین بودن از این موارد است. من میخوام نظر شما را در ارتباط داشته باشم که معیار استخدام کارمند یا کارگر در چه است؟ تحصیل یا ریش؟ هفته پیش وزارت تکنولوژی و مخابرات در حدود 14-15 بست اعلان کرد. ما لایحه وظایف را خواندم و شرایط استخدام را خواندم. شما میتونین بخونین از صفحه وزارت تکنولوژی و مخابرات. درسته. ما دو چیزی به نام ریش و چیز لنگی و یا چهره و چیزی ندیدم در شرایط استخدام. هدف من از حرف چی است؟ هدف من است که ملاک استخدام هیچ وقت چهره ظاهری نیست. در امارات اسلامی چیزی که ما دیدیم اهلیت و علمیت، البته ما بحث روی بستای مسلکی داریم که امتحان میتن و چی ترتیب پیش میرن. بله. وقتی که شما امتحان میتین، بعد از اینکه نمرات میگیرین، شورت لیست میدین، وظیفه میرین، فقط در بعد از تعیین وظیفه، نه قبل